قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 29. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. آسیای میانه در دوره کوشانیان. معبد سرخ کوتل که آن را اکسپدیسیون فرانسوی ها در افغانستان کشف کردند، درباره معبد باختری ها تصورات روشن می‌دهد. معبد اساسی در بالای تپه در روی صوفه بلندی که از خشت برداشته اطرافش را با تخت سنگ و تیرگک های سنگین استوار کرده بودند جای گرفته بود. از پایان تا دروازه معبد زینه وسیع 3 قسمه می بود. خود معبد راست کنجه 35 بر 27 متر بوده. دیواری پیش آن نظر به دیوار عقبش وسیع‌تر می نمود و در میانجا خانه 4 کنجه و در 2 پهلو و در پیشگاه دالانی داشت. معبد از پیش 3 دروازه داشت. دروازه اساسی به خانه 4 کنجه و 2 دری پهلوی رو به دالان ها گشاده می شد. در مرکز خانه مابینی صوفه 4 کنجه سنگینی بود که در 4 گوشه اش 4 ستون داشت. در پشت صوفه زینه 3 پاغنده‌دار واقعی بود. دیوار این خانه با ستونهای 4 تراش آرا داده شده بود. اطراف معبد مثل دیوار قلعه دیواری مستحکم و در پیش این دیوارها برج‌های راست کنجه داشت. از درون به قد این دیوار ایوانی رد ستون واقع بود و در دیوار این ایوان تاقچه های کنده اند که زمان اندرون آنها هیکل های سیرنقش و نگاری سفاری می ایستاده. اکثر آنها خاک شده. بعدتر در میدان بین تگ صوفه و دیوار قلعه مانند اطراف معبد و اینچنین بیرون از این دیوار باز 2 معبدی خردتری ساختند که آنها هم در میانجا خانه 4 کنجه و گرداگرد آن ولی از 4 طرف دالان داشتند. در خانه مابینی یکی از این معبدهای خرد صوفه زینه‌داری خشت خامی بود. گوشه و مابین دیوار این خانه با ستونهای 4 تراش آرا یافته، در مابین این ستونها در انداوه گیلی دیوار صورتی پرنده ها کشیده شده بود. در بالای این صوفه خشت خامی آتشدانی پوری خاکستری تازه به نظر رسید. این آتشدان محراب آتش بوده است، ولی راستی گپ محراب آتش اثبات آن نیست که معبد محض کنیشت یعنی معبد آتش بود. عقیده اظهار شد که معبد معبد آل شاهان است. محقق این معبد شلومبرژه عقیده دارد که معبد می توانست 2 وظیفه را یک بار اجرا کند، یعنی هم معبد آل شاهان باشد و هم کنیشت و معبد سرخ کوتل را کنیشت شاهان کوشانی می نامد. در یکی از کتیبه های سرخ کوتل کلمه بغالغا یعنی محراب هست که ظاهراً معبد چنین نام داشت. الحال ناحیه و دهی که در قریبی این معبد وجود دارند نام همان معبد را گرفتند و بغلان نام دارند. در برابر زردشتیه دیگر دین ها هم پهن می شوند. چطوری معلوم است در آسیای میانه کوشانی دین بودایی پهن شده بود. از احتمال دور نیست که
مدرک دینی بودایی چندین عصر پیش از این شاید در دوره هخامنشی ها به آسیای میانه رسیده باشد، ولی سنه های دقیقی در آسیای میانه پهن شدن دینی بودایی به دوره های خیلی ثانی‌تر منسوب است. دینی بودایی به آسیای میانه از افغانستان آمد. موافق مدرکات موجوده، دینی بودایی از چند سمت، دو سمت آن عمیق از سمت غرب به مرو به ناحیه های شرقی پارت و سمت شرق به ترمیز به باختر سر در آورده است. سالنامه سیلانی خبر می دهد که در 4-1 عصر 1 پیش از میلاد به یکی از عیدهای دینی بودایی مهدی و نام حکیم آمده است. گمان غالب که این حکیم از خودی پارت نی بلکه از یگان گوشه دوردستی آن آمده است، زیرا دیری نگذشته بعد این واقعه دینی بودایی در ناحیه مرو ریشه میراند. مدرکاتی هست که سال 148 به لایم ان شیگانام حکیمی آمده متنهای دینی بودایی را به زبان خطایی ترجمه کرده است و بنابر نامش از کشوری ان یعنی پارت می شده است. محض به شرافت این حکیم و شاگردان وی خطای با دینی بودایی شناس شد. زیاده از این ان شیگا عالمی زبردستی بود و خطایی ها درباره انکشاف علم خلقهای آسیای میانه از وی معلومات زیادی گرفتند. راجع به باختر در دست معلومات فراوان داریم. نام واعظی مشهور دینی بودایی گهاشه به ما معلوم که اصلا از تخارستان بوده است. زادگاه فقیه دینی بودایی دهرممیتر ترمیز است. واعظان دینی بودایی تا به چاچ رسیده در آنجا هم معبدها ساختند. در آسیای میانه مکتبی بودایی ویبهشیکه انتشار داشت که در تعلیمات آن بسیار نکته های متریالیستی به نظر می رسد و نظریه درک آنها عنصرهای دیالکتیک داشت. انگلز نوشته بود محض برای اینکه زمینه پیشکی تفکر دیالکتیکی تدقیق طبیعت خود مفهومات می باشد، آن تنها برای انسان امکان پذیر است و همان هم باشد فقط در سویه نسبتاً بلندی ترقیات وی بودایی ها و یونانیان و آن خیلی ثانی‌تر در دوره های فلسفه نوترین به کمال انکشاف خود می رسد. چندین معبدهای بودایی معلومند. مثلا در حیرتان در قریبی ترمیز دیر بودایی عصرهای 1 و 2 میلادی قسماً حفریات کرده شد. مرکزی دیر معبد است که بینای 4 کنجه‌ای بوده، در میانجای آن صوفه راست کنجه برای گذاشتن اشیای مقدس ساخته شده است و از غیر این دهلیزی هست که عرقه سنگین آن رسمهای عجایب دارد. دیر غیر از این چندین بناهای استقامتی و معموری را صاحب بوده است. در خود ترمیز در قراتیپه معبد مغاکی بودایی حفریات شده ایستاده است. این گونه معبدها در هندوستان بسیار بودند. از جمله در اینجا چندین مجموعی عبادتگاه ها کافته یافته شد که هر یکی از معبدی مغاکی دارای 4 دالانی سقفشان گنبزی و حولی بیرون عبارت است که در آن عمارت لازمه عبادت ساخته شده. آثار رسمهای روی دیوار و پاره‌های هیکل‌های گچی و سنگین به دست آمدند. اندکی دورتر از قراتیپه ارخئولوگ الباوم فیاض تیپه نام مجموع عبادتگاه بودایی را حفریات می کند که آن رسم و صورت و هیکل‌های نهایت خوشنمایی دلکش دارد. این قطار دالان و خانقاه و مزار و عبادتخانه هایی است که به بناهای دیری و خواجگی جدا می شوند. همه آنها به شکل حرفی پی جایگیر شدند
و علاهیده از اینها در یک طرف ستوپ واقع می باشد و به عقیده محقق این منزلگاه تقریبا در ابتدای سالشماری ما پیدا شده در عصرهای 1-3 به مرکز کلان دینی تبدیل یافته یک جایه با دیر مغاکی قراتیپه آبیده یگانه را تشکیل میداد و ضمناً در این انسامبل محض فیاض تیپه جای اول را اشغال میکرد. در خود ترمیز هم یک ستوپه بودایی هست که حاضر آن را برج زورماله می نامد. در پهلوی دلورجین تیپه معبد بودایی کشف شده است که به دوره کوشانیان تعلق دارد. هیکل هایی که در اینجا یافت شده اند دارای اهمیت مخصوصند، زیرا آنها تجسم اشخاص دینی و دنیوی بوداییان می باشند. این چنین بعضی بازیافت های اشیای مربوط به دین بودایی که در منزلگاه های خرد زراعتکاری باختر شمالی به دست آمده اند دلالت می نمایند که بوداییه در بین باختریان قدیم خیلی وسیع پهن شده بود. این گونه بازیافت ها شهادت می دهند که بوداییه تنها دینی طبقه معینی جمعیت نبوده بلکه در بین عامه وسیع مردم هم ریشه دوانده بود. از هندوستان به باختری کوشانی باز یک دینی دیگر هندویت سر درآورد. تصویری شیوه در عهد ویما کدفیز پیدا شده بود. تصویری شیوه در تنگه های دوره های ثانیتری شاهان کوشانی تا خودی عهد وسودیو وامی خورند. هنگام حفریات عبادتخانه دلورجین تیپه لوحه کلانی مصور به دست آمد که در آن شیوه و پرواتی سواری گاوی مقدس نندی تصویر یافته است. این بازیافت از افتکار دلیل آن است که در باختر به هر حال در ناحیه های در طرف چپی دریا بوده آن پیروان مذهبی شیوه وجود داشتند. دین نصرانی به آسیای میانه الکی در عصرهای 2-3 میلادی داخل می شود و بیرونی هم خبر می دهد که تقریباً بعد 200 سال وفات اساسگزاری این دین آن را روحانی به مرو آورده است. اگر در دست ما درباره پهنشوی دین نصرانی در کشور کوشانیان معلومات مأخذهای سوریانی ابتدای عصر 3 میلادی و ارمنی عصر 4 میلادی نمی بود، اخبار بالایی را تنها روایت حساب کردن ممکن بود. در آسیای میانه پیروان باز یک مذهبی دیگر، مذهب مانویه پیدا می شوند که در تاریخ حیات معنوی آسیای میانه مقام نمایان دارد. در این بابت مفصلتر توقف می کنیم. اساسگزار این مذهب مانی سال 216 در بابلستان در قریبی کتیسیفان در عائله اشرافی به دنیا آمده است. پادشاه ساسانی اجازت داد که مذهب نو ترغیب کرده شود، ولی در نهایت کار مانی را به زندان انداختند و او در آنجا وفات کرد. سال 276-277 میلادی. خود تعلیمات مانی و مانویان در ایران دچار تعقیبات مدهشی بیرحمانه گردیدند. موافق مسلک مانویه در ابتدا نه زمین بوده است و نه آسمان و فقط دو مبدأ روشنی نیکی و تاریکی بدی وجود داشته است. در زندگی این هر دو مبدأ به هم آمیختند و انسان باید میل کمالات کرده مدد رساند که نیکی بر بدی غالب آید. تعلیمات مانی از یک طرف عنصرهای اساسی زردشتیه و از طرف دیگر بعضی خصوصیت‌های دینی نصرانی و به اندازه دینی بودایی را هم در بر می‌گرفت. ولی این تعلیمات در همه جا یک خیل نبوده، در بعضی جریان‌های مانویه پدیده‌های اعتراض اجتماعی روشن به نظر می‌رسند. مثلا چنین شعار مانویان معلوم است: کسی که بای بود قشاق می شود، گدایی می کند، عذابی ابد نصیبی او می گردد. محض همین گونه شعارها
این چنین ترغیب ایدئالی نیک و اخلاقی وعده بهشت عالم به مذهب معنویه عامه مهنتکشان و نمایندگان طبقه های میانه جمعیت را جلب کردند. معنویان در عین حال تشکیلات توانایی را تأسیس نمودند. همه این هم دربار ساسانیان و هم ارکان دین زردشتی را به واهمه نانداخته نمی توانست. هنوز در دوره حیات مانی و بعد وفات وی دیری نگذشته، معنویه از حدود ایران بیرون می رود. در آسیای میانه برخلاف شعار بالایی، ترغیبات معنویه اساساً در بین اعیان و اشراف برده می شد و ولی بعدتر عامه وسیع اهالی را فرا گرفت. یکی از واعظان نامی معنویه در آسیای میانه معر اما بود. بعد این معنویه به ترکستان شرقی و از آنجا ثانی‌تر به خیتای گذشت. در آسیای میانه و در ترکستان شرقی معنویه بسیار جهت‌های دینی بودایی را از خود نموده، بعضی غایه‌های آن و قسماً اصطلاحات آن را قبول کرد. معنویان در ترغیب دین خود صنعت از جمله صنعت تصویری را خیلی خوب استفاده می بردند و کتاب‌های دینی آنها مصوره‌های نظرربای دارند. بنابر همین در ادبیات فارس تاجیک و در فرهنگ‌های قدیمی تفسیری زبان تاجیکی نام مانی سینانیمی رسامی زبردست است. در دوره کوشانیان هر خلق به خود خاص مراسمی دفن داشت. گورهای دوره کوشانیان که آنها را دیکنف در گورستان توپخانه حصار یافته است خیلی جالب دقت می باشند. این گورهای خاکی هستند که با خشت خام روکش شده‌اند. بعضا سغانه هایی می باشند که از خشت خام ساخته شده‌اند. در لحد این گورها ظرف های پوری خوراک آخرت است. همه این ظرفها ظرفهای خوشصفتی کلالی می باشند. شکل اکثری آنها جام مانند و مناسب طرح زیبا می باشند. جالب دقت است که در این گورها مطلقا اسلحه نیست. بعضا در دهان یا سینه مرده تنگه می مانده اند و این تنگه ها به تنگه های یوکراتید مانند بوده به عصر یکی پیش از میلاد، یعنی به دوره های بعد سقوط دولت یونان و باختر نسبت دارد. در گور زنها اسباب زینتی طلایی، گوشوارها، آهنین، انگشترین، سگک های لباس، سنگین و شیشگین، شده، برنجی، آینه، دستپانه، انگشترین یافت شدند. اکثر این اشیای آرایش با اشیای آرایشی سرمتهای ساحلی کسپی و بحر سیاه همگونی دارد. عجایبش همین که در بین بازیافتها کهربای یافت شد که فقط در بحر بالتیک هست و کوری نام گوشماهی به دست آمد که فقط در اقیانوس هند می شود. بیرون از گورها تنگه بسیاری یافت شد که یکی آنها از آن کنیشکا می باشد. غیر از این چند آسیا، پاره دستاس و یک چند کاردهای آهنین به دست آمده اند. هنگام حفریات دیاکنف و حفریات منبعده لیتوینسکی دیگر نمودی دفن نیز پیدا شد. با این اصول مرده را در تابوت‌های کلان سفاری می‌گراندند. این طرز دفن در بین پارت‌ها معمول بود و از افتکار از آنها اقتباس شده است. در خاک دوشنبه مرده‌های یافت شدند که در تابوت‌های سنگین و در خم‌ها دفن گردیدند. در ضمنه کهنه قلعه وادی وخش مرده‌ها را در دخمه‌ها می‌گرانیدند. از عصر دوی پیش از میلاد خوارزم و بعد در دیگر ناحیه‌های آسیای میانه آسواری‌ها یعنی استخواندان‌های سفاری بعضاً سنگین به حکم تعامل می درآیند که با آنها استخوان مرده را انداخته می ماندند. کشف و تدقیق قبرستان دیمنه تپه شاه در پایاناب کافرنهان که مردگان آن در اساس مراسم دینی زردشتی گرانده شده اند خیلی اهمیتی کلان دارد.
از اینجا چند ناووس یافت شد که طرح مرکبی دارند. یکی از آنها یک خانه دارد. ایوان ناووس از دو طرف سنگ پوش بوده، اینچنین با آستانه سنگی مستحکم کرده شده است. از این ایوان به درون خودی ناووس راه است. درون ناووس حجره 4 کنجه است که اندازه اش 316 بر 480 متر می باشد. گرداگردی تگی دیوار صوفچه دارد که بری آن 995 1 متر و بلندیش 942 متر است. تگی حجره، صوفه ها و دیوارها تنوکک با گچ اندازه کرده شدند. خودی ناووس در بالای ته کرسی نیم متره ساخته شده است. روی صوفه و حجره پر از استخوان آدمی است که بی ترتیبانه خوابیدند و در بین استخوانها بسیار اشیای مدنیت مادی، ظرفها، اسباب زینت، آینه برنجی، هیکلچه های سفاری و غیره به نظر می رسد. اینچنین تنگه های میسی کنیشکا و وسودیو یافت شدند. ناووس دیگر که در بالای ته کرسی 4 کنجه نه چندان بلند ساخته شده است، طرح مرکبتری دارد. بعدی دری درآمد دالانه سر می شود که تمام ناووس را به 2 قسم برابر تقسیم می کند. در این دالان روبروی همدیگر 4 حجره هست که اندازه آنها 2.2 بر 2.1 متر و 2.1 بر 2.3 متر می باشد. فقط 2 حجره بی ضرر مانده است. 2 حجره دیگر قسماً ویران شده است. درون حجره ها و دالان از چند قبط استخوان آدمی پر است. استخوان بعضی مردگان پراکنده نشده در جای اصلی خود می باشند. عموماً از این ناووس 51 کاسه خانه سر برآمد. اگر به نظر گیریم که ناووس خیلی ویران شده است، پس شماره در اینجا گور شده ها خیلی زیادتر بوده است. از افتکار به اندازه پر شدن حجره ها دهان آنها را می بستند. بعد پر شدن دالان دری اساسی را هم گور کرده اند و با همین این ناووس را دیگر کار نفرمودند. از این ناووس هم بسیار اشیای مدنیت مادی، بسیار اسباب زینت، شده های سنگی و شیشگین، انگشترین ها، دستپانه ها، گوشوارها و غیره، اسباب های سفاری، بوتی، گجی یافت شد. باقی مانده های متاعی که از اینجا دسترس کردید خیلی جالب دقت می باشند. یکی از تنگه های از اینجا یافت شده تنگه نقره گیری در دهان مرده بوده. آن را از قبط لای یافتند که به کام مرده چسبیده مانده بوده است. تمامی تنگه های یافت شده اهمیت کلان دارند، زیرا دلالت می کنند که ناووس به مدت نهایت دراز استفاده می شد. از اینجا تنگه های نقرگینی تقلیداً به تنگه های نقرگینی یوکراتیت سکه زده شده. تنگه های میسینی ویما کتفیز، کنیشکا، خویشکا، تنگه های تقلیدی تنگه های وسودی و به دست آمدند. اهمیت حفریات قبرستان تپه شاه نهایت کلان است. غیر از این که این ناووس ها قدیمترین گورهای باختر می باشند، سنه آنها را عصر 1 پیش از میلاد 3-4 میلادی گفتن لازم. باز آنها شهادت می دهند که در باختر مراسم دفن زردشتی پهن شده بود و آن خصوصیت هایی به خود خاص داشت. اینچنین توصیف انتروپولوژی مردگان هم جالب دقت می باشد. در سالهای آخر عیناً همین گونه قبرستان ها در دیگر ناحیه باختر شمالی، در وادی سرخاندریا، در قریبی دیمنه دلورجین تپه و دیهه بندیخان یافت شده. اهالی کوچمنچی، نیم کوچمنچی و یک قسم اهالی مقیمی مرده های خود را در خاک تپه های بلند گور می کردند. شماره زیادی این گونه خاک تپه ها در پایاناب کافرنهان، در ریان اسفره و در تریتوریای ازبکستان و تاجیکستان حفریات شدند.
آسیای میانه در دوره کوشانیان. صنعت. دوره کوشانیان دوره اوج انکشاف صنعت قدیمی آسیای میانه می باشد. ما از رونق و رواج شکل‌های منومنتالی صنعت، رسامی، مجسمه سازی، منبت کاری، نمودهای خردتری آن، هیکلچه سازی از سفالات و از رونق صنعت عملی، زرگری و غیره واقف هستیم. ما الحال در دست متریالی فراوان داریم، ولی به طفیل حفریات ارخئولوژی اندوخت آن چنان سرعت را صاحب است که همه گونه توصیف قبل از انتشار کهنه شدنش ممکن است. محض در صنعت ذکاوت و فضیلت اوستایان آسیای میانه روشن جلوگر می شود. در عین حال مناسبت با دیگر مملکت‌های همسایه واضح به نظر می رسد. اهمیت آثار صنعت آسیای میانه بیرون از حدود آسیای میانه هم مقام دارد. یعنی امکان می دهد که مهمترین جهت و جنبه های مدنیت بدیعی شرق از دیدگاه نو تفسیر و توضیح داده شود. مثلا این نکته به صنعت نیز دخل دارد که صنعت قندهار نام گرفته است. قندهار نام قدیمی کشوری است که میانجای آن وادی پیشاور بود و دیگر ناحیه های همسایه را در بر می گرفت. محض در همین جا بسیار آثاری به خود خاص صنعت یافت شده است که اساساً از هیکلی سنگین و گچی و نقش‌های کنده‌کاری عبارت می باشد. بنابر نام قدیمی سرزمین نمودی صنعت گندهری نام گرفت. گرچند اثرهای با این اسلوب آفریده شده صنعت خیلی وسیع انتشار یافته بودند و در سراسر خاک شمال و غرب هندوستان، در افغانستان و در جنوب آسیای میانه دچار می آیند. صنعت گندهری ترکیب حیرت انگیز عنعنه‌های صنعت محلی و الینورومی می باشد. ولی مسئله های پیدایش، تحولات و خرونولوژی صنعت گندهری تا حال عقیده های نهایت مختلف و اکثر به هم دیگر خلاف را به میان می آورد و باعث پیدایش نظریه و فرضیه های متعدد می گردد. یکی از عالمان تاریخ تدقیق صنعت گندهری را با ذکاوت تمام به حربگاه تشبیه داده است که در آن عقیده های سرشماری ارخئولوژ ها بسمیل شده اند و این حربگاه از جوشن و زریح های کفیده و دریده، یعنی دیدهای از دهان مانده و از شکست پاره های یراق و اسلحه، یعنی از فرضیه های رد شده مالامال است. حالان که مسئله های حل طلب شمار ندارند و آنها بی محابات جد و جهد عالمان را گستاخانه رفع می نمایند و چنان به نظر می رسند که حل آنها مطلقا ممکن نیست. اساس تدقیق صنعت گندهری در اثرهای عالم فرانسوی فوشه که در تدقیق صنعت و ارخئولوژی هندوستان و افغانستان خدمت شایان کرده است گذاشته شده است. من خواننده را به اثرهای وی و به اثرهای مارشال، رولین، کوماراسوامی، لخویزند لیف، اینگولد و دیگران حواله کرده همین را قید کردن می خواستم که نسبتاً به قریبی عالم فرانسوی شلومبرژه فرضیه دقت انگیزی پیش نهاد. وی به نتیجه های کشفیات های نوترین ارخئولوژی آسیای خارجی تکیه نموده اصرار می کند که در تشکل صنعت قندهاری عنصر یونان و ایرانی از جمله یونان و باختری مقام کلان دارد. هیکل و رسم های دلکشی خالچیان، نقش و نگاری نظرربای باختر باید در حل مسئله های پیدایش صنعت باختر به نظر گرفته شود. شما گفتار 29 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقولov خوند. کارگردان شیرعلی نغزلی.